فرزند به آقایون میگه حق فرزند بر گردنت این است که مادرش را در حضور او تکریم کنی. آفرین به آقایی که جلوی این کودک همسرش رو بغل میکنه. آقای دکتر دقیقا حرفم درست گفتم. محبتش القا میکنه، پیشانی همسرش رو میبوسه، بچه میبینه پدر من جلوی ما به مادرم احترام میکرد. من عاشق بابام بودم، چقدر مرده این. و خدا نکنه بچه‌ای بی‌مهری بابا رو نسبت به مادر ببینه، از پدر فاصله میگیره، انتقام میگیره ازش، حس انتقام. بعدش میاد نگو بچه‌مو بغل کردم محبت کردم، چرا مادرشو تکریم نکردی جلوی بچه؟ چون اساتید میگن بچه ذاتاً به مادر گرایش داره و اگر ببینه بابا به مامان بی‌مهری میکنه از بابا بدش میاد. حالا هی بچه رو بغل کن واسش خوراکی بخر، هی ببرش پارک، از تو بدش میاد.